اینجا استارت وید کویز میزنیم، بعد اینجا دوباره استارت میزنیم. خب ببینیم بچه ما اینجا یه دونه جا داریم که هیچ کس نیست، فقط جای بازیه. خب اگه داخل این گزینه اد یا همین مثلا اضافه کردن این پایین آبی رو بزنیم، می‌نویسه اضافه کردن مدل و پراپس و اد گراف. این گراف یعنی مثلا شخصیت هایی که خود برنامه درست کرده، یعنی مثلا اگه بزنیم همین چیزه، ببینین اگه داخل این بزنین شخصیتی که آوردین رو میتونین حرکت بدین. این پایین نارنجیه، اگه توی این بزنیم میتونیم شخصیتی که آوردیم و بعد حرکت بدیم. خب این سبز فلش سبز رو بالا رو اگه نگه داریم ببرینش بالا، وسیله که آوردیم به بالا حرکت میشه. خب این آبی به سمت راست و چپ میره و این قرمز هم به روی جلو و عقب میره. خب ما اگه خواهیم اینو مثلا هر وسیله که آوردیم، مدل آوردیم، چیز آوردیم رو پاک کنیم، این پایین داخل این تنظیمات پایین، یعنی این اگه بزنیم اینجا نوشته دیلیت، ما میزنیمش همین پاک میشه. خب همین آسونی. ما میخوام مثلا بچه مدل رو بیاریم، اینجا میایم همونجا که آوردیم اد، بعد میزنیم مدل. اینجا شخصیت های برامون میاره که بعدشون مثلا اون نارنجی ها یعنی مثلا قفله. برای اون آبیایی که میبینین بعد فیلم ببینید تا باز شه، این هم مشکل نیست، با چند ضربه روشون باز میشه. ببینید اگه اینترنت داشته باشین براتون فیلم میاره، ولی اگه نداشته باشین چند بار روش بزنین براتون میاره. خب باز شد برای من. اینترنت رو برای خاموش کنیم، بعد روشون بزنین تا چند روشون اینجوری بزنین. من روی یه دونه شخصیتایی که باید فیلم یک تا باز بشه زدم. اینجا حرکت هایی که مثلا یکی نشسته داره مشت میزنه، داره پلانک میره، بازم دوباره نشسته و داره بالرینا میده. اینجا هر که میخواد بزنیم. ولی من این ساده که هیچ واکنش نشون نمیده رو بزنم خیلی بهتره، چون خودم درستش میکنم. خب موقع آدمو میاریم بچه‌ها، خب یکم دوربین دورتر کنیم ببینید مثلا هر کاری میشه که بچه‌ها مثلا یه مدرسه درست کرد ولی بیشتر از 3 تا شخصیت نمیشه آورد. این قابلیتش خیلی بده به نظر من. رو هر چیزی که میخواید تکون بدین روی فقط ضربه بزنین. روی این سرش میخواید تکون بدین ضربه بزنین. این چارتی که اینجا میبینین اینا برای مثلا همینه، ولی دونش اضافیه. اون یه دونش ببینید ما اینجا یه قرمز داریم، یه سبز داریم، یه آبی داریم، درسته؟ اینا که میبینین 3 تا، ولی این